خوش آمدید به هودخول زیبا. یک است بامی هودخول عاقل بیدک روبروی مدرسه استاد شریفی هودخول. میشه که درباره این منطقه کم توضیح بدی کجا هست و یا غلا چیز نام داره پشت سر موی ساختمان‌های خانه شخصی یا دولتی یا چیز؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما برادر محترم عرض کنم که منطقه به نام منطقه هودخول جاغوری یاد میشه. هودخول یاد میشه. این منطقه رو میگه هودخول. بازیم هر مناطقش عاقل هست. یعنی سمزی که نگاه میکنیم اینجا گردون هودخول میگه که یک مدرسه معروف خدا رحمت کنه آیت الله واحدی هست که مدرسه علمیه هست معروف اینجا قرار دارد. بعد خدمت شما این عاقل بیدک میگوید که هم منطقه بیدک منطقه هودخول هست. بالاتر از بیدک یک عاقل به نام گرگ میگوید. بالاتر شبقال میگوید. چنبرا همینطوری. اینا در جمع منطقه هودخول جاغوری هست و مردمش مردم پیشرفته و با فرهنگ علم دوست است که از قدیم زبان زد بوده. درست، تشکر شما. بله، هودخول واقعا که نام بسیار درخشان در تاریخ جاغوری افغانستان داره. بدون شک ما قبول داریم. دیگه این هودخول چند عاقل داره دیگه؟ عاقلش تو بعضیش که نامگرک دی درست اینا تقسیم عاقل در منطقه و محیط نام داره. دیگه ایره تو اطلاعات داره که منطقه هودخول چند عاقل و چند ملاییه؟ در دقیقاً از ملاییش خوب باخبر نیستم. همین چند عاقلش که ما خود میدانم خدمت شما عرض کردیم. او طرف زواروم البته میگه، سیدو میگه، اینا مربوط هم هودخول میشه. از تعدادی که چند ملا بسته دقیقاً برای معلوم نیست، ولی از حدود خانهش میدونیم که 1000 خانه اینجا سکونت داره، ساکن در این منطقه است. تشکر شما. این پشت سر از موی ساختمان چه ساختمان؟ او سفید ساختمان به نام لیسه مرحوم استاد شریفی هودخول هست. آره، که شریفی میگه که شخصیت های علمی بوده که در زمان ظاهرشاه وکیل جاغوری بوده. ایشان از شخصیت های سرشناس و عالمی برجسته بوده. این لیسه را که جدیداً بنا کرده به نام لیسه استاد شریفی هودخول هست. لیسه قدیمی استاد شریفی هم بوده؟ قدیما همی بوده و اعمار کرده، تعمیر کرده و سبک جدید. آره، پیشرفته تر. یک جهان تشکر شما. ما یک مقدار کمک پیسه نقدی آوردن بلده یک بنده خدا دنبالم زاغل بیو میگشتیم. باز دیدم تو را گفتم در یک خورده معلومات از تو بگیریم که منطقه شما بسیار خوشحال شدم. قسمت علمی عاقل را که بریم گردون هودخول اونم اون خانه‌ای که معلوم میشه یعنی دستی طرف جنوب. نه از این چه طرفی اون ممکن شاخ میشه. اون مورا عاقلی بیو میگه که گردون هودخول. تشکر شما. یک جان تشکر. بسیار خوشحال شدم. خدا حافظ. تشکر شما. دوستان شما این ویدیو را ببینید باشید. ما امزی خانه اجازه میگیرم در سرمزی تپه برمشم. همین چهار طرف را بلدش ما یک ویدیو میگیرم. شاید باشه بیننده های از ما کسایی از این عاقل و از این محیط و از این قریه که همین عاقلای خروش کنه، مردم خوش کنه، خاطراتش تازه شنه. خود از ما بیننده باشید. Adudam nahanat kina
We khane mosa be hawgari ya chagro khamai tu gadar dilam gairi ya chagro bolai jagunai abega sova niya giri rasugano mate tu qad mamudani ya chagro bolai jagunai. دیگه دوستای عزیز ما میخواستم که یک مقدار کمک را که برادر عزیز ما آقای ایرس فیاض از هزارتان پاکستان بلده یک دوستی ما بلده قومای از ما رایگ ده بود اما را برم تسلیمش کنم. یا اغلار خیلی زیاد گشتیم دیگه تا برسیم داخل بیو که آقیل بیو در رو بروی از ما برم کمک از تسلیم کنیم. باز در کنار از گفتم که ابزی اغلار بسیار قشنگ و زیبایه بلده شما یک ویدیو باید بگیرم تا باشد که دوستای عزیز از این منطقه از آقیل بیدک از گورک از آقیل بیو دیگه نامای بسیار مختلف داره که ما یادم نیه. می نامای آقلای اتقل ما هیچ وقت یاد نگرفتم. در رو روز من لیسه استاد شریفیه دیگه خانه های بسیار قشنگ و زیبا ده اتقل جور شده دیگه. مردم اتقل بسیار مردم شریف و مهربان و بسیار مردم خوبه دیگه. دوستای عزیز قدر نزدیک نیر خود میشه دیگه. این پشت ساز مرکش بوم میگردید چیه منطقه بازار انگوری قشنگ معلوم میشه دیگه. وقتم که هسته اینجی عصره بعد از ظهر جاغوری در کل که هسته همه وقتش بسیار قشنگ و زیبایه دیگه. در فصل بهار و تابستان که باید اینجا کلن باغچه های مردم سرسبز و شادابه. در فصل خزان که می حالا درست سرسبز نی ولی خانه ها بسیار قشنگ نمایان معلوم میشه دیگه. از اینش که ما سیلنم اسما کلا تا آخر زیرک معلوم میشه نه دیگه. تا آخر زیرک دوستای عزیز معلوم میشه منطقه بازار اشکه با نواچی منطقه بیله و گردو و ایدرا و داوود و اشکه و حتی دوستای عزیز میدین چی کوتل ترک گلنگ معلوم میشه. این منطقه از طرف شوک سیکنه پیش روی کلا خانه انگوری و داوود و سربله بازار اسیا قشنگ چراغایش معلوم و چراغان معلوم میشه پیش چی مزیا دیگه. واقعا که جای قشنگ و زیبایه. قد از مو در این ویدیو قد از مو همراه باشید دیگه. هر کسی که از این اغلایه اگر اغلای رو گوش کردین چینل را سابسکرایب ویدیو را لایک کین دیگه. تشکر شما در هر جایی که هستین خوش رو آرام باشید. قد از مو بیننده باش. زیارت تو برماره
دوستای عزیز ما رسیدیم در آقیلی بیو. دیگه قدر شما گفتم که آقای ایرس فیاض و همون تیمی از با یک جهان تشکری مونیم که بارها دستی نیازمندار گرفته. دیگه این لاله هم که از جمله امزو کارگرای سر میدانه که مخصوص بلدیزی یک مقدار پیسه رایده مو خیلی زیاد گشتیم تا آقل بیو پیدا کنیم. دیگه مو نگران زی بودی که تو یک زمان آردیم تربیتش نگدی خوش نکنی. دیگه اینا هم دیم دمینج که پیسه تاول کنیم برگ سپس توفی درویش خدمت ما همراه باشه. لاله جان خوبی؟ خوبی جان دیجور بخیر صحت خوب بخیر خیرت بخیر. ما نام تو بخیر زاد رفته. نام تقیه. خو تقی لاله جوری؟ بخیر صحت خوب بخیرت داری؟ زنده باشی. یکم زودتر بیادم میشی؟ لاله جان خوبی؟ جان دیجور بخیر صحت خوب. دیگه اسما چی رقم مستشفیه؟ خو زي عمود كذا جنب بخس دیگه مو هم دم دبیخ تقی جان کم پیسه را تقدیم از اینی امونج که داوطلب شده نه یاتونده که پیسه زو چه نام داشته موز دامورده نام حسین بخش آفرین نه پیسه حسین بخش را مو تسلیم کردیم دیگه تقی لاله امونج دبیخ از موشتت دیگه ما اونج خیلی دلم سوخت گفتم اگر بلدیزی پیسه کنم خیر رای نکنه دیگه واقعا ما نگران میشم دیگه بازم صدای از من شنیده صدای استور شنیده دم آقای ایرس فیاض از کویته پاکستان 1000 تاون میشه اون بلدیست مبلغ 5000 افغانی رای دخو آره خدا نگاه کنه دیگه دست چیده نکنه دیگه دیگه اون چیز 5000 تشکر که ما تقدیم است دیگه خدا خیر بده مثلا ما از کمک کنم ان شاء الله شاید مشکل حل کنه آره کم بال مشکل ما را نه تشکر تبال سر میدانی ما تبال سر میدانی به خدا می دیگه اینجا این خانه از مویا ها آره دیگه مرم زمان سر میدان کار بود اونجا میشیم کار مگه کار نبود سپس میم خانه آره دیگه اونو توتال ازم دیگه توتال اونجا بودواش توتال دیگه آره بودواش اون توتال دیگه کارم نیه یا کارم نیه دیگه بایلا خرج ما بایلا دیگه کار نیه ما خود مثلا اگر خانه باشیم خوبه که مجرد دیگه اونجا مثلا سر فلکه اونجا کار نمی دیگه تی طرف فلک چای میشه دوتر نه دوتر خونه میشه بگید نه دیگه دوستای عزیز یک چیز لازم میدونم که اینجا به خدمت شما عرض کنم دیگه ما هیچ گونه آدرسی دیگه ندارم دوستای عزیز زیر بلدیشم بگیم در فیسبوک هم لینک فیسبوک با نام هیچ هادی مظفری یک لینک فیسبوک من داخل چینل ما شماره واتساپ هم داخل چینل ما یک پیج فیسبوک دارم با نام جاغوری پیج دیگه ما هیچ آدرسی ندارم نشود که خدای نکرده از کدام آدرسی دیگه بلدیشم کسی تماس بگیره نمبر واتساپ از ما فقط علمی مشخص در چینل ما علمی چینل دیگه لینک فیسبوک از من کسی داخل امضا چینل ما دیگه کدام آدرس دیگه ندارم که دوستای عزیز نشود که خدای نکرده بعض آدمای استفاده جو پیدا میشه که از نام نوست استفاده کنه دیگه تقریبا 5000 افغانی ما رو ملت تو 1000 2000 یم 3000 یم 4000 اینم 5000 مال شما تشکر حساب کن 1000 2000 یم 3000 یم 4000 یم 5000 اینمی 5000 را بلدیستو آقای ایرس فیاض از 1000 تاون ریده دیگه پورا تیم از ما تشکر می‌کنم خداوند تو را در دین دنیا خوار نکنه سربلند و سرافراز و موفق باشید در هر جایزی کره خاکی هستی و همچنان تشکر می‌کنم از تمام خیرین عزیز از کشور استرالیا از کانادا از اروپا که همیشه صدای نیازمندان را شنیده و از یا کمک و همکاری ده دیگه کدام چیزی اگر گفتنی داشته باشی ما یک خدمت ما تشکر نم دیگه همتون خودت مثلا کمک داشت در نکنه خدا زیاد بده دیگه می در مون رسید سلامت باشی تشکر خوش باشید ان شاء الله که موفق درست باشی خدا حافظ خدا حافظ جور باش تشکر چنم برم کار دارم زنده باش آقای جور باش